ما می‌دونیم وقتی که عرب‌ها اومدن فلان حضرت فلان شیخ چنان کفرها را می‌زدن با گرز و با شمشیر خود در یک شب 100 کس 200 کس می‌کشتند. آیا راست است؟ بله. عرب‌ها وقتی که اومدن کفریان و بدینان بدبخت را همیشه می‌کردند. از آن جمله در نزدیکی کسپی امروزه که در سرزمین ترکمنستان است و شمال ایران آنها آمدند که با سروری و سرلشکری اینا سعید ابن عثمان داشت رحمت الله علیه. وقتی که آمدند این دوباره آمدن آنها بود، چون که اینا دیگر نخواستن که جزیهش میگن و یعنی نلوگ آورتر یعنی پول زیادی که برای بودن اصلا تا چندی که مسلمان شدن لیکن باید حق میدادن. ولی وقتی که آمدند مصلحت کردند و خلاصه آمدند که باید یگان انسان از اینجا کشته نشود. ولی سعید ابن